امام حسین اینه. ما کجا خلق و خوی ابی عبدالله داریم؟ ما کجا به امام حسین شبیهیم؟ ما کجا نوکر امام حسینیم؟ نوکر امام حسین باید خوی حسینی داشته باشه. تو مسجد پیغمبر نشستن، صحبت از یزید شد لعنت الله علیه. یکی از اینا که نشسته پیش امام حسین گفت من از این یزید ملعون خیلی بدم میاد. حضرت عمو چرا بدت میاد؟ گفت شراب خوره، دائم الخمره. حضرت عمو وای به حال یزید و هر کی که شراب میخوره. پیغمبر خاتم فرمود کسی که شراب خوره و دائم الخمره اگه مریض شد دیدنش نرید، اگر مریض شد دیدنش نرید، عیادتش نرید، اگر سقط کرد تشییع جنازش نرید، تو مجلس فاتحش هم نرید، سر قبرش هم نرید. شرابخور از ما نیست. اگه کسی شراب بخوره شفاعت ما اهل بیت شامل حالش نمیشه مگر توبه کنه. بعد مرگ نه ها، بگو بعد مرده شورخونه نه ها، قبل مرده شور توبه کنه دیگه هم نخوره. بله. یکی گفت که منم بدم میاد از یزید. حضرت اون چرا بدت میاد؟ گفت که قماربازه. فرمود وای به حال قماربازه. یکی گفت منم بدم میاد. چرا؟ میمون بازه، سگ بازه. وای به حال سگ بازا، میمون بازا. خلاصه هر کی یه چیزی گفت از صفات یزید گفت. یکیشون یهو گفت که منم خیلی بدم میاد. امام حسین فرمود چرا؟ گفت برای اینکه مردی که بلد نیست شعر بگه. شعر بلد. امام حسین فرمود اتفاقا در صناعت شعری استاد یزید. انصاف داشته باش. شرابخور هست، قمارباز هست، سگباز هست، دنبال همه اینا درست، اما از نظر ادبیاتی شعر درست میگه. درسته کفر میگه، محتوای اشعارش همش مزخرفه، اما در صناعت شعری بگو استاده. انصاف داشته باشه. چرا ما وقتی به یکی بد میشیم و لجمون میگیره فلان؟ مثلا یکی از اشکالاتی که همه گرفتن، منم گرفتم الانم میگم، به معمای شاه، همین سریال معمای شاه. تمام دیگه بابا، از هر چی که تو بگی رو کره زمینی بدتره. یعنی یه خدمت هم نداشت، خدا لعنتش کنه. فردا کسی تو تف نگه این طرفداری از پهلوی کرده و گور پدر پهلوی. اما یه جوری سریال درست کنید که مردم بهتون نخندن، مردم نگن اینا چقدر بی انصافن. بعد رضا شاه خیلی بد بود اما هیچ خوبی نداشت. پس این ریل نمیدونم قطار رو کی کشید؟ عمش؟ شما کشیدین؟ خب بابا اینقدر که بد میگید 4 تا بگو، خوبیاش هم بگید. یعنی دیگه خوبیاش هم کتمان میکنین. این بی انصافیه، این بدون از انصافه. این که ما بیایم همه پادشاهان رو ظالم، دزد، فاسد بدونیم ولی بگیم خودمون خیلی کارمون درسته. ببخش الان دزدیایی که الان میشه چرا اینا رو نمیگید؟ دزدیاش هم بس بگید، این اختلاسا هم بگید. خودشیفته شدیم ما. فکر میکنیم فقط ما گل بی عیبیم. نه، ما هم خیلی مشکل داریم. تو همینا که ادعا میکنن خادمن، خیلی خائن در اومد، خیلیشون دزد در اومدن، خیلی هاشون هم خدا وکیلی خادم بودن. بعضی ها نسبت به جمهوری اسلامی خیلی بی انصافن. میگن 36 سال انقلاب شده، 37 سال انقلاب شده، هیچ خدمتی نشده. خب خیلی بی انصافی. اینجوری نیست والا. خدمات بسیار شده. من تو کشور دارم میگردم، بنده از سال 61 تا حالا دارم تو دهات تو شهرها دارم میگردم. از سال 61 و 60 که تو دهات میرفتیم نه برق بود، نه آب بود، نه جاده بود، هیچی نبود. الان همه چی هست. اینجوری نیست که بعد از انقلاب همه مسئولین دزدن، همشون خائنن، همشون خراب کردن، هیچ خشتی رو خشت نیامد. این خیلی بی انصافیه. اما اینجوری هم نگو که یه دزد نداشتیم، همشون گل و بلبل بودن. نه، اینم نیست. در هر زمانی خادم بوده بگو، خائنم بوده. مردمم شعور دارن، میفهمن.
خدا حفظ کنه مقام از و رهبری همیشه میفهمود مردم خیلی جلوتر از مسئولینن. والا مردم بصیرت دارن، خدا شاهده. مردم مسئولی که خادمه میشناسن، دعاش میکنن، دوستش میدارن. هر کی هم ریگ به کفشش باشه مردم حالیشونه. مردم حالیشونه کی راست میگه کی دروغ میگه. نیازی نیست که ما بخوایم بزرگ نمایی کنیم یا کوچیک نمایی کنیم. یکی از عواملی که مردم رو بدبین میکند به ماها اینه که واقعیت ها رو به مردم بگو نگیم. واقعیت ها رو وقتی به مردم نگفتید خودمون بی اعتبار میشیم. مردم الان انصاف من روحانی منبری واعظ اینه. الان من از شما سوال میکنم بینی و بین الله شما چه توقعی از سخنران دارید؟